مادر چه خیلی کلمه شیرین و دلانگیز است. وقتی که مادر میگوییم تمام بدنمان و روحمان را یک احساس خوبی فرا میگیرد که ما از آن حلاوت میبریم. مادر به مثل زمین یکتا است و محبت او برای ما فرزندان بیکرانه و جاویدانه است. یک شب آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. ایا مادر، تو را یاد کردم، در تنهایی چشم می پوشم و صدای خنده هایت به گوش می رسد. وقتی چشم می کشایم این صدا خاموش می گردد، زیرا این صدا تصور از خاطرم بود. تو را یاد کردم مادر، چگونه سخنهایی برایت بگویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را آغوش گیرم، سرم را بالای کتفانت گذارم و راحت کنم. آه مادر. ای رحمت خداوند، تو بزرگترین شخص حیاتی، زیبا با این همه بزرگی مرا بهل کن. ای جنتی پروردگار در روی زمین، تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو مرا بزادی. بهر من شبها در سری گهواران نشستی، بیخوابی کشیدی، دو جویبار شیرت را از من دریغ نداشتی. تو را یاد کردم مادر، تو مثل گل هستی که از بوی خوشت جهان معطر است. ایا مادر، تو را یاد کردم، از این دوری دلم شکسته است. مادر، وطن، دو کلمه که همگی از 5 حرف ترکیب یافتند، در مضمون و مندرجه آنقدر معنی، شکوه و شهامت دارند که در تصویرشان صدها داستان و رمان‌ها آفریده شده‌اند و غزل و ترانه‌ها سراییده می‌شوند. این دو مفهوم برای هر یک انسان آنچنان عزیز و مقدسند که برای حفظ جان و ننگ و ناموسش فرزندان ارزنده جان خود را دریغ نمی‌دارند. طفل برابری به عالم هستی آمدن و چشم کشادن از بوی آنها مشام معطر کرده با جان و دل دوستش می‌دارد. در آغوش مادر وطن زیسته به وایه می‌رسد. برای همین دو کلمه به همدیگر معنای خود را گم کرده در الوهیدگی وجود داشتن نمی‌تواند. مادر وطن مقدس‌ترین مفهوم، حمایه آن شأن و شرف و قرض انسانی هر یک شخص محسوب می‌یابد.